حدیث خودم در تای پل سیرات یک اژدها 16 تا دندون داره، هر یک دندونش در میگه بالوش در 100 سال راه میره. اگر بغلطی دهانی همو داره. در یک حدیث میگه که در زیر همین پل سیرات یک اژدها دندونش قدی 100 سال میشه و راه بره. در بالای همون راه میره. بغلطی در دونی دهانی همون اژدها میره. حدیث هیچی نیست. بعد گفت هر کسی را بگوی که این عراقی به نماز خدا زده، این دیوس، این فلانه، الله هم که ناراحت میشه میگه شاید رو من بخشیده باشم، توی بدبخت فرق باشی. تو چی حق داری یا بنده مرا محاکمه میکنی؟ او مرتده، او کافره، او فلانی. تو دل که نماز میخونه باید به نماز میبینه که میگه اگر به نماز قریب نهی، اگر به نماز پیش بده نشونه، به نماز چی نکن. یکی به نماز یا عملای دوره که تو نداری. تو نماز میخونی نگی در دل دیا سگ مردگه، خوک مردگه. این نماز نمیخونه نگی میشنوه که یک هم بغل همجا با محتاج نان و چل میره و چیز در کسش هم میبرونه میتکه میره چی که دل سوخ میگن. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. که مالای بختریقتی گپ میزنیم ها؟ بله. مالای صاحب خوب هستی؟ سوزی سلامتی خوبن؟ خدا که نغز وقتتون هست یا گردش از پرسیدن در کار بود؟ بله بله. بهترین مالای صاحب یک سخنرانی شما را تماشا کردیم در رابطه با چیز گپ زده بودین؟ پل سیرات گفته بودین که پل سیرات بالاش تکش یک اژدها راست چی است؟ همین کدوم کتاب گفته بودین؟ کدوم کتاب در بیان حدیثتونه؟ انوار العلوم جلد 2 را ببینه در قصه کتابی چی؟ مصنفش کتابی چی گفتی؟ انوار العلوم. ها چی گفته که در اونجا؟ جلد 2 دا مصنفش محمد پلانپوری کیه؟ شاه ولی الله یا ما در همونجا در باره دیگه بعدی خیلی بزنش با یک اژدها رای دندوناش میگه خیلی کلونه. این حدیث و تفسیر و همین حدیث از کجا آوردگی است؟ همین این امور غیبی است مثلا ما این چیزا را باید رسول صلی الله علیه و سلم گفته باشد نیست؟ چون امور غیبی است، این امور غیبی را برای ما رسول صلی الله علیه و سلم میرسونه. همین حدیث کدوم کتاب گفتگی هستند؟ میگم که انوار العلوم جلد 2 دا بدرو محمد ولی پلانپوری رحمه الله آوردگی برای تشویق و ترغیب. بعد مدای صاحب من چند چیز شما را گوش کردم من جمله همین مثلا ببین این چیز امور غیبی است، این جزء عقیده هست. پل سیرات جسری است که در بالای جهنم برگزار می شود. این چیزی که شما میگه این چیز منسوب می شود به رسول صلی الله علیه و سلم. هیچ کس حق نداره در امور غیبی است پیش خودش حرف بزنه. شما یک چیز مثلا میگه که مثل یک سکس که پل سیرات در بالایش در جای باشه که پل سیرات در تکش جهنم است. چه اژدها است؟ در درون همون جهنم با قدرت خدا هر چی باشه میاره آخی اژدها رو میاره مارد میاره در قبر میسته در همه چی خدا رو هر چی بودیه. همین حدیث نه اگر بکنه گوش که بابا حدیث نیارمده همین تو حدیث قبول نداری؟ تو حدیث قبول نداری؟ وقتی آیت اومد مقابلش هر حدیث خودش تعرض کرد و خودش دیگه چی بشه مغلوب میشه. همین حدیث همین قدیر در تفسیر همین آیت چی حدیثی بیاید جایی زاید فهمیدی؟ همین آیت گوش که گیجه رو خوندگی من خوندگی هم در زاهدان خوندگی هم در مصر در الازهر خوندگی هستم. خوب گوش کن تو الازهر دانشگاه حدیث خوندگی ها در دور حدیث خوندگی نه من دوره حدیث خوندگی نیستم با بقیه الازهر ده خوندگیم. گوش کن مولوی صاحب دلیل داری که برای مولوی ببین چطور اینا فرار میکنن در امور غیبی هم حرف میزنه باز چکار میکنه فرار میکنه.
من گوش کردم بودم میگفت یک پلیس رو در بالاش یک چی هست، یک در تگش یک اژدها هست. میگفت این برای زنگ بزنیم که کجا شد، این فرار کرده رفت. وقتی که ما دلیل میگیم مولوی صاحب دور حدیث بخون بعد تو بیا قدیم مولوی صاحب بعد بفهمونم نمیفهمی جلو مولوی صاحب شما بگه فقط شما بگه که کدام حدیث در همین اومدگی هست، تمام فرق نداره. بگو انوار العلوم گوش کن. انوار العلوم از کدام حدیث آوردگی هست؟ نمیشه اون کتاب مرجع نیست، مثل بخاری و مسلم نیست. حرف زده است که شما دوره حدیث خوندگی باشی، در اونجا بخاری و مسلم و سنن درس داده میشه. برای همین من گفتم که از امور غیبی هست. خب من نمیفهمم مسئله طوری که ها تو آخی میگم اگر سندی دور حدیث همه داشتی بعد قدیما بحث گوش کن مولوی صاحب من گوش که مرا حسد باقیدی نگیره ایراد نگیره. نه مولوی صاحب ببین من را امین که ممکنه رسول الله لا اله الا الله. ببین بهانه جویی این مردک برای خودش دوره حدیث خوندگی هست، با زعم خودش نمیبرداره، با زعم خودش کار میکنه. من میخواستم در چند موضوع صحبت کنم، هم متاسفانه گریخت. اینا هستن کسایی که دم میزنن که ما دوره حدیث خوندگی هستیم. متاسفانه میان برای مردم افسانه نقل میکنند که گویا که در پلیسی را در تگش یک اژدهار باشه و فلان باشه و علام باشه. یا لا اله الا الله. با همین انسان میشنن مردم چیکار میکنن؟ گوش میکنن. همون مولوی بختری که باور کنه فقط افسانه نقل میکنه. در چند موضوع دیگر این صحبت کرده است، اونا نمیبرداره. میخواستیم صحبت کنیم، دعوتش کنیم، ببینیم چیکار میکنه. اقسم بالله آیات را درست خونده نمیتونه، احادیث درست خونده نمیتونه. این مردک تجوید نداره. من نمیدونم برای این چی انسان سند دادگی باشه. آیا این از همون دارالعلوم زاهدان هم که عقیده اونها اشعری است، ماتریدی هست، از همونجا فارغ شده باشه؟ من تعجب میکنم. هیچ باور من نمیآید که همین انسان همین کار کرده باشه، یعنی تحصیل کرده باشه. این انسان نمیبرداره. متاسفانه در رابطه به ترک صلات هم صحبت کرده بودن. این شخص نمیبرداره. چیکار کنیم؟ بهانه جویی فقط دوره حدیث خونید. برای ما یک حدیث بیار که رسول صلی الله علیه و سلم گفته باشن. در رابطه به ترک صلات هم صحبت کرده بود، در دیگر مثلا هم صحبت کرده بود. حاضر نمیبرداره. میخواستیم صحبت کنیم و دعوت بکنیم یک بار، چون از بس که غرور و تکبرشون زیاد هست. چیکار کنیم حالا؟ باری آخرم زنگ بزنیم به اسم مولوی بختری، همین انسانی که میبینیم امروز در چقدر یاوه‌گویی میکنه که در رابطه با ترک صلات میگه یک انسان نمازخوان است، میگه در قلب این خوک مردگی است، علیاذ بالله سگ مردگی است. اما یک انسان بی نماز میگه یک آدمی که طعام میتیه اون بهتر است از این. مولوی صاحب من سخنرانی شما را گوش کردم. بیایید ما صحبت بکنیم. تکبر و غرور در کار نیست. شما در دیگر سخنرانیتون میگه که یک انسان نمازخوان است، یک انسان دیگر بی نماز. اما این انسانی که بی نماز هست یک آدم طعام داده است، از اون برتر است. و چی دلیل این گپ میگه شما؟ مولوی صاحب این گپ نیست. مولوی تو منظوری حدیث نه یک از محکمه و تکبر و غرور است کردیده. مولوی صاحب حدیثی هست برای تشویق ترغیب برای انسان دعوت دادن. تو درسی مفتی قاسم نمیشتی، محمد عبدالحمید عبدالغنی نمیشتی، بعد ما پیش اخلون هم نمیزنیم جورا جون. تو امورا گفتیشم که دور حدیث را بخون، بعد این حدیث را ترا شهر مولوی صاحب من ترغیب ایشتی ما هر گپ هم میزنیم. ای مولوی صاحب حدیث ضعیف هم میگه، این حدیثوی خیلی نیزی خیلی گپا چی در تو اصل منظور و مطلب انسان دعوت کردن. نه گوش کن ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
در حدیثش که درباره بنی اسرائیل حدیث نیاریم، کیسه حدیث نگیم. بعد رجوع کرد گفت مشکلی نیست برای اگر تشویق و ترغیب تون باشه همین حدیث میدونی نمیدونی چرا که حدیث نخونده بله بله رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتگی است این حدیث. من این حدیث میدونم مولای صاحب گوش کن. بلغوا عنی ولو آیه و حدثوا عن بنی اسرائیل. نمیگذاری بگم حدیث بسوخی گم زنیم تو چی در چی میگیری سوال بودی به سوال گوش کن معنیش خب برای که تو گوش که برای تو در حدیث نخونده جورا جون 33 را میخونی ای ابن موجه میاره مولیک میاره ترمیزی میاره این فقط یک صحیح مسلم صحیح بخاری خیلی نیست که فقط همین سیاه سوته فقط همین دو کتاب حدثایی هم نزد ابو حنیفه رحمت الله نزد ابن مالک نزد امام شافعی بعضی حدیثایی هست که در نزد ما تو میگیم نزد امام بخاری امام مسلم صحیح نیستن نگی نزد دیو حضرت صحیح هم بسیار حدیثا را اون منظوری که من گفتم عرب میخره و فلان میکنه و نماز نمیخونه این خیلی میکنه در موردی اگر این حدیث هم بدونی او یک کس محاکمه نکنین یک کس نگین نقطه فیرود یک کس مرتد کفر و فلان نبروری فهمیدی در باب کی برو میویا هر یکی به خودش یک شهر داره یک توضیح داره اکی اینجا مردم اوم نیستن علم نیست که من هر یک تایو را بفهمونم اصل مطلب بنده این عمل عمل و بینیت بنده را نیت شمیگی طرف تشویق گیرین دعوت شو اسلام دا بعدا خودش میدونه چی صحیحه چی نیسته شما چی در کلابی برادرها همین نقطه ضعف میگیرین ایراد میگیرین چی میکنین شما بجای خیلی انسان با قول معروف موتیویت ثبتین انسان روحیه بخشین خدمت اسلام گره شما همین روز مرا زنگ زد گفت در همین مسکوت دسته تبر اومده این همین نمره را گفته این خود زنگ زد 34 چنده میگم مولوی حدیثوی ضعیف چی در کنم خیلی گپ میتونی سعی توی که خدمت تبکه ما اگر ایت ایراد گرفتم ما اگر ترا گفتم که همین حدیث درگی جو اومده ما امیریش و بتروش تمام شد گپ زنم گپ زنم کنم گوش کرد که استادای ما مولانا امی و همین تمام در اون جمعی سخنرانی را میکردم ایامو میگفتم همو تو که چنین مولانا عبدالحمید غنی و چنین مثال مولوی احمد و چنین مفتی قاسم حفیظ الله تو علم داری ما در همونجا نماز جمعه در امری معروف میکردم همین رو چی با هم ایراد نمیگرفتم چی با نقطه ضعف نمیگرفتم ماشاءالله میگفتم همین گوش کده هیچ وقت یک کسی من نصیحت داده مثلا نمیشناسم نمیدونم التماس زنگ زده که ماشاءالله بگو مولوی تمام گوش کن مولوی صاحب وقت اجازه میتی ای هوا گپ نزن ما گپ زنم ای هوا بس که گوش کردم فهمیدم اجازه گوش کن تو جواب ندادستی ای پیش خودت گفته حدیثی که تو گفته که تو نمیدونی تهمت میکنی گوش نمیکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن بلغوا عنی ولو آیه وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار همین حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن اگر یک آیه که باشه از من برسانه و از بنی اسرائیل بگه اشکالی نداره و هر کسی که در ادامه حدیث میگه هر کسی که دروغ را نسبت بر من رسول صلی الله علیه و سلم میزنه جایگاهش در جهنم آماده بکنه و مراد از این است که مولوی صاحب امروز ما خودت صحبت کرد میخوایم که همراه صحبت بکنیم ایراد نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم خود میگه که من ریش من میکروشم اگر ببینم خطا کردی نمیگم این خیانت است این خلاف حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که رسول صلی الله علیه و سلم میگه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس گوش نه شما میگه که من شما میگه که من ببینم نمیگم شما میگه که من ببینم نمیگم گوش نه شما گفته که در موضوع نه در باب امر معروف و نهی منکر شما گپ زده گوش کردم مولوی صاحب چند دقیقه گپ زده گوش کردم خب که گوش کنم تو حدیث قبول نداری تو برای چی یک انسان بی نماز از نماز خون بالا میدونی بچه دلیل حدیث گوش کن انسانی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن که گوش کن رسول الله نگفتن که این بین الرجل و الشرك و الكفر صلاة رسول صلی الله علیه و شما حدیث میدونه خوب
رسول صلی الله علیه و سلم گوش بچه گپ زدی گوش کردیم گپ زدی گوش کردیم مولوی صاحب مولوی ما از رسول الله صلی الله علیه و نه از مفتی قاسم و مولا عبدالحمید چون رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. این حدیث است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من گفتن که وقتی که دیدی یک کسا بچه تو گوش کن ما گپ زنم برای چی به حدیث گپ میزنی؟ برای چی به دلیل گپ میزنی؟ برای چی تو رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که این بین الرجل والكفر والشرك صلاة من ترك صلاة متعمدا فليتبوأ فقد كفر. رسول الله میگه کسی که نماز ترک بکنه بین مشرک و مسلمان و کافر نماز است. تو میگی که یک انسانی که نماز میخونه از انسان بی نمازی که او خیر میکنه این بهتر است. با چه دلیل این گپ میگی؟ آیا من بیام حرف رسول صلی الله علیه و سلم گوش کنم یا که حرف تو گوش بکنم؟ تو این مولوی که دعوا میکنی که نمیدونم مفتی قاسم مولا عبدالحمید و فلان و علان، همین حدیث غلط است. همین که ایراد دکتر میگیری دین تو را بغض و کینه حسد نمیدونی که مومن با مومن باید حسد نکنه. حسد نیست این مولوی صاحب، این حسد نیست، این امر معروف است. از باب امر معروف میگیم برای شما. نه من گوش نه، من میخوام که شما را دعوت مولوی صاحب مولوی ما میگیم که شما را گوش که این سند من همین سند حدیث است، همین حدیث صحیح است. صحیح حدیث سند من سند صحیح است که رسول صلی الله علیه و سلم این بین الرجل والكفر والشرك صلاة. او تو که دوره حدیث خوندی، این که دوره حدیث خوندی بود که ای پیش خود گپ زنی. گوش کن مولوی صاحب سند کمی همون دلیل ما تو گوش کن ایرا ما همین حدیثه که این بین الرجل والكفر والشرك الصلاة فرق چیه؟ همین حدیثه که این بین الرجل والشرك والكفر صلاة همین چیه؟ برای چی حدیث جزیر گوش کن ایرا نمیدونه ممکن باید که بسیار تشریک نبگه مرده که در دنطوری نماز خود را ایمینا گفته گیم که نماز خانی حدیث دونی دنبون در سک مردگیه. خب همو یادم به نمازه که من سلامگه ای سخانی تمامگه هدایت شدم نماز خون شدم. تو مردم هدایت نمیکنی، تو میگی که انسان نماز نخونن صدقه بکنن، این هدایت کجاش هدایت است؟ تو میگی که گوش کن، تو میگی که نماز نخونه چه هدایت میشه؟ آقا انسانی که میگیش که صدقه بکن، صدقه یک نفل است، نماز رکن است. چی با گوش نمیکنی تو برای چی؟ باطن گوش کن حدیث عزرائیل از کجا آوردی؟ سند حدیث در بخاری مسلم. اعوذ بالله ببین اینها چقدر بهانه جویی، گریختن، فرار. ما کار نکنیم از باب امر معروف و نهی منکر گفتیم که این کارو نکن، بدون دلیل گپ نزن، در عقیده مردم بازی نکن. از پیش خودت میگی گپ میزنی، یک کافر مسلمان میگی، یک مسلمان کافر میگی، باز هم زبانش دراز است که چی امر معروف. کجای امر معروف است که وقتی که یک انسانی کافری که رسول صلی الله علیه و سلم اون شخص کافر گفتگی است تو میگی که اون مسلمان هست؟ با چه دلیل میگی مسلمان است؟ فکر میکنن که هر آدم باید اینا رو باید گوش بکنه. فکر میکنن که چقدر که در نزد مردم عوام میرن میشینن صحبت میکنن، فکر میکنن در مقابل وقتی که در مقابل یک طالب العلم قرار میگیرن میخوان که همون گونه اونها را گوش بکنی، فقط حرف نزنی، دلیل نیاری، افسانه اینا نقل بکنن، اسکاس که نقل بکنن برای مردم. یعنی تو برای خیر بکن، این فقط برای خیر گپ میزنه، خیر بکن نماز نخوان. رسول صلی الله علیه و سلم گفتن ترک صلات کفر است. این به کفر دعوت میکنی تو، نه به اسلام دعوت میکنی. وقتی گپ زدنم گپ گوشم نمیکنه که گپ زنی و چیزام نمیبرداره. ما از باب امر معروف و نهی منکر است. این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است. من را منکم منکرا، دارید در منکر غرقی و مردم به منکر دعوت میکنی. زنگش میزنم نمیبرداره. لا حول ولا قوة الا بالله.
نمیبرداره این کس. زاهدان خواندی، گیجا خواندی، برای ما دلیلت در کار است، دلیلت بیار. اقسم بالله این نمیدونم، این عباره خوانده نمیتونه، این چقدر را سند داده، نمیدونم گیجایی را کی سند داده باشه. اصلا اقدر جرأت داره باید صحبت بکنیم، جای آدم خریش نیست، جای هیچ چیزش نیست. چگونه که شما برادران عزتمند دیده همراه این شخص که خودش مولوی باختری عنوان داده هست خواستیم صحبت بکنیم و وقتی که سخنرانی های این شخص ما دیدیم بسیار خزعبلات و چرندیات میگفت برای مردم و میگفت که پلیس را دین است که در زیر اون یک اژدهایی هست که طول اون 100 ساله راه هست. 100 سال گفت 100,000 سال میگفت همین 100 سال راه هست میگفت. از اون طلب کردیم ما که این جزء عقیده است، سیرا جزء عقیده مسلمان ها هست، از امور غیبی هست. مسلمان ها بر این عقیده دارن، باور دارن. این پل هست که رسول صلی الله علیه و سلم میتونه اون توصیف بکنه برای ما خبر بده. از کدام حدیث گفته شروع کردن فلان عالم در فلان جا گفته است، طبق کدام حدیث ما میدونیم که هیچ گونه حدیث وجود ندارد و در رابطه با این موضوعی که این ذکر کردن البته حدیث صحیح طولانی که ابو سعید خدری روایت کرده است و مسلم اون ذکر کرده است، طولانی هست، موضوع دلیلش ما میگیم. ثم یؤتى بالجسر فیجعل بین ظهر جهنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن در روز قیامت بر جسر همون پل آورده می شود، در بالای جهنم گذاشته می شود. یعنی در بالای جهنم از پل صراط هیچ گونه اژدها و این چیزها نیستن، اینها خزعبلات هستن. وقتی که ازش سوال کردیم برای فرار همیشه اهل باطل بهانه‌جویی میکنن. شما دارالحدیث خونده، فلان خونده، فلان خونده، شما نمیفهمی. یعنی طوری که اینا صحبت میکنن شما نمیفهمید، گویا که اینها ظاهر دارن و باطن دارن. العیاذ بالله. یعنی احادیث گویا که بدون شرح نمیشه فهمیده. مثلا فرض بکنیم تا زمانی که نووی نآمدن آیا احادیث رسول صلی الله علیه و سلم کسی نمیفهمید؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور احادیثشون همش مبهم بدن، همشون مجمل بدن، همشون متشابه بدن؟ این کی بده؟ گفتم نووی 631 هجری تولد شدگن، در اصل 7 هجری تولد شدگن، 676 وفات کردگن. تا زمانی که ابن حجر نآمدن، ابن حجر اسقلانی که شارح بخاری شرح دادگن، تو وقتی که اون آمدن هیچ کس نمیفهمیدن مگر آیا حدیث رسول صلی الله علیه و سلم هیچ کس نمیفهمید. در اصل 8 اونها بودن، 773 تولد شدگن، 852 وفات کردن، در اصل 9 وفات کردن. یا عینی را مثلا ببینیم که 855 وفات کردن، در اصل 9 وفات کردن. آیا کسی نمیفهمیدن؟ آیا رسول صلی الله علیه و سلم با حدیث مبهم یعنی اومدن چیزایی گفتن که مردم نمیفهمیدن؟ 700 سال 500 سال 600 سال مردم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم نفهمیدن، در حالی که هیچ کس از این علمایی که نام گرفتم نگفتن این خزعبلاتی که ذکر کردن. به همین خاطر خواستن که بهانه‌جویی کنن و فرار بکنن. و در جای دیگر در سخنرانیش میگفتن که یک انسان بسیار انسان متکبر هستن، بعضی انسان ها نمیخوان همراه انسان هایی بنماز بشینن صحبت بکنن، در حالی که انسان بنماز شاید میبینی که اون چند انسان صدقه داده است، خیر داده است، و این انسان که نماز میخوان العیاذ بالله میگفتن بلا تشبیه بلا نسبت، میگفتن که در دلش سگ مرده است و خوک مرده است العیاذ بالله، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ان بین الرجل و بین الشرك والكفر الصلاه. و حدیث صحیح است در مسلم و راویش هم جابر بن عبدالله است. رسول صلی الله علیه و سلم این انسان کافر گفتن، انسان بی نماز کافر میگن، و این افراد میگن که نه شما تکفیر میکنید، شما فلان میکنید، شما علان میکنید. یعنی حرف رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم اینو چیکار میکنن؟ ترک میکنن، که گویا که رسول صلی الله علیه و سلم دروغ گفته باشد الیاذ بالله. اون انسانی که کافر است، بی نماز است، نجس است، اون انسان خیر بکنه، صدقه بکنه، نزد اینها از انسان نمازخوان بالاتر است. اون انسانی که براءت دارد، اون اینها چیکار میکنن؟ به تنفر میگن که این انسان کسی است که الیاذ بالله در قلب اون فلان است، علان است، فلان است. و وقتی که گفتیم که ما تو را میخوایم که دعوتت بکنیم، میگفت که تو کی هستی که من دعوت میکنی؟ تو مرا دعوت ما خواستیم به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه فمن لم یستطع فبقلبه و ذلك ضعف الايمان. به این حدیث خواستیم که ما عمل بکنیم، به زبان ما امروز خواستیم که ما عمل بکنیم. اما از صفت منافقا هست که منافقای زن و مرد میگن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. مردها و زنهای منافق یکی در دین دیگرش است، یعنی بعضش در دین دیگرش است. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، با منکر امر میکنن، با کار بد امر میکنن، از کار نیک باز میدارن. میگفت تو بخیر دعوت بکن، من ریشم بتر میتراشم، اگر ترا من چیکار بکنم؟ کاری بد تا بگم که تو کاری بد کردی، در حالی که این صفتی منافقه است.
و این بهانه جویی بود و فرار بود و وقت دادیم صحبت کرد و نخواست که ما صحبت بکنیم تا اینکه میگفت که شما میخواهی که آبرو ببری و بخیلگی بکنی، الله متعال عزت میده و الله متعال کسی را بخواه به عزت میکنه. هیچ کس نمیتونه که عزت برای کسی بده. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. الله متعال هر کس بخواه ملک میده، هر کس بخواه عزت میده و هر کس بخواه ذلیل میکنه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. منافقان نمیدونن. عزت از آن الله و رسول و مؤمنان است و منافقان نمیدونن. به همین خاطر این داشت من به چیز امر میکرد، به منکر امر میکرد که وقتی که دیدی من تشویق بکن، هر چیزی گفتم خزعبلات هر چیزی که خواستم گفتم چیکار نکن، ما را امر به معروف نکن. و این برادر همینا هستن. اگر یک انسان عوام از این سوال بکنه، دلیل سوال بکنه، ببینید چگونه برخورد میکنن. همین گونه اونا در معرکه میخوان که رسوا بکنن تو انسان جاهل هستی، گفتاری را نمیفهمی، باید برای دارالعلوم بخونی، بعد از دارالحدیث بخونی، بعد از اون مثل این بشه پیدا بشه، بیای مردم گمراه بکنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باقی قضاوت به خودش.